بگو ببینم دوست داری داستانهای خنده‌دار بگی یا داستانهای گریه‌دار؟ پرسید که دوست داری داستانهای خنده‌دار بگی یا داستانهای گریه‌دار؟ پرده آنقدر بزرگ بود که سید توانست آن را روی تپه بیرون از میدان دهکده بین دو سپیدار آویزان کند. نخهای دو گوشه بالای پرده را به شاخه ها گره زد و روی گوشه های پایین دو قلوه سنگ گذاشت. باد آرامی که در دهکده و لای درخت ها راه می رفت نیمرخ نخنما شده اسفندیار را روی پرده آهسته تکان می داد. در همان حاشیه پرده که به درخت چسبیده بود دست رستم و دشنه به اندازه ساقه علفی بالاتر از دنده سهراب بود. سید به رستم گفت دست نگه دارید تا مردم بیایند. سید به رستم گفت در مجلس هایی که نقال به داستان رستم و سهراب و به مرگ سهراب می رسد بسیاری گریه می کنند. برخی از محوطه خارج می شوند تا خبر مرگ سهراب را نشنوند، تا از کشتن سهراب منصرف شود. بارها شده است که پول یا در دهکده ها گاو و گوسفند بسیار به نقال دادند تا از کشتن سهراب منصرف شود. دست نگه دارید تا مردم بیایند. کنون رسم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. اگر تند بادی براید ز کوچ، به خاک افکند نارسیده تو رو. ستمگار خوانی مشر دادگر، هنرمند دانی مشر بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ زنی که روی تنه بریده درختی نشسته بود برخاست. 4 انگشتش را روی لبهایش گذاشت و تا برخاستن بقیه زنها هلهله کرد. تا رودخانه، تا پل، تا پرچین مسجد، تا بوی تن اسب‌هایی که به درخت‌ها بسته شده بودند صدای هلهله زنان شنیده شد.
کم کم همه مردم روی تپه بیرون از میدان دهکده جمع شده بودند و این بار باد در صدای صلوات زنان گم شد. تهمینه در میان زنان نشسته بود با معجری کبود و انگار سرخی برگ لاله را روی گونه‌هاش کشیده بودند. در پیراهن‌های بلند انیس‌الدوله کمی آن طرفتر نشسته بود، درست روبروی سپیدار بلند. روی رنگ در پیراهن‌های بلند، رنگ روی رنگ در پیراهن‌های بلند، رنگ روی رنگ در پیراهن‌های بلند. شرابه‌های روسری. بیبی مریم تفنگ بر دوش از راه رسید. ایستاد مقابل پرده و دست راست را سایبان صورت استخوانی کرد. مردان دهکده هم آمدند. جلیقه آنها هنوز بوی دود زمستان میداد. وقتی که یکی از سیرک‌های سقف افتاد، فردوسی سرش رو برگردوند و به سردارانش گفت بروید آن آتش را خاموش کنید. اسب و زین کرد و سوار بر اسب. اسفندیار بدون اینکه نیزه رو از چشمش بیرون بکشه سوار اسب شد. سهراب با همون دشنه فرو رفته در استخوان دنده اش اسب و زین کرد و سوار بر اسب اونقدر استخر رو دور زد تا سیاوش چشم از خون ریخته زیر پاهاش برداره و پیشا پیش اسب از تاریکی پشت پلکانهای توس بیرون بیاد. همین که رستم با موهای سفید که تا وسط سرش ریخته بود با ریش شانه نکرده رسید، اونها از اسب پیاده شدن. رستم خستگیش را روی رکاب بارش گذاشت. آنها کمک کردند تا پیرمرد سوار شود. واقعه خوانی کاری سخت و تخصصی است، بر پایه اصول و سنن، یا به بیانی هنری است محتاج پختگی و دانستن فنون و شگردها و رفتارها و عادتها و بیانها و حرفها و صداها و سکوتها و آواها و ها 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 نقالی بر سر بازاری. این نقال ها حالا بر سر کدام بازارهان؟ بر سر کدام بازارها؟ بر سر کدام بازارها؟ بر سر کدام بازارها؟ بر سر کدام معلوم سیمبار کجاست؟ از رفتیم من میره برش نفرم میکنم به بازار فکر کنم. کدام بر سر کدام بازارها؟ به هر حال نقالی داستانها نقل می کرد و مردم همه می خندیدند و بر رانهایشان می کوبیدند. کودکی که نمی خندید پرسید که
دوست داری داستانهای خنده‌دار نقل کنی یا داستانهای قصه‌دار؟ نقال ها 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 زمان زیادی انگشت روی بینی کشید و گفت اگه میتونستم بین اونها فرق بذارم ترجیح میدادم قصه دارها رو نقل کنم. سید پرده نقالی را رها کرد. مدت زیادی انگشت روی بینی کشید و گفت اگر می توانستم بین آنها فرق بگذارم ترجیح می دادم قصه دارها را نقل کنم. خنده دارها رو نقل کنم. سید پرده نقالی را رها کرد و آرام آرام به مرتضی نزدیک شد. دستش را برای مدت زمان زیادی روی شانه مرتضی گذاشت و گفت اگه میتونستم بین اونها فرق بذارم ترجیح میدادم که قصه دارها و خنده دارها رو نقل کنم. اگه میتونستم بین اونها فرق بذارم خب این کارو میکردم. ترجیح میدادم که فرق نذارم. مرتضی تکان خوردن صداها را روی صورتش احساس می کرد و می دانست یک چیز بدون شکل بین دهان مردم و در هوا جریان دارد که او نمی تواند آن را با دستهایش بگیرد. این را از همان سالهایی می دانست که پس کودک رو کرد به مرتضی و پرسید اگه اینطوری که نقال میگه پس چرا یه وقتایی قصه داریم یه وقتایی خنده؟ اگه اینطوری که نقال میگه پس چرا یه وقتایی قصه داریم یه وقتایی خنده؟ اگه اینطوری که نقال میگه پس چرا یه وقتایی قصه داریم یه وقتایی خنده؟ مرتضی رو میگی؟ مرتضی را میگویی؟ به رقص آمد چنان که در قصه آمده و نیامده و به اشاره گفت کودک به اشاره مرتضی آشنا نبود، اما آشنا شد چون کلمات را دید که در برابر او جسم و جان یافته و به حرکت در آمده بودند. کودک به اشاره مرتضی آشنا نبود، اما آشنا شد. سید به نقال گفت بر سر کدام بازارها؟ نقال به سید گفت بر سر کدام بازارها؟ نقال به سید گفت سید به سید گفت نقال به نقال کودک از کودک پرسید
مرتضی. بر سر کدام بازارها، بر سر کدام بازارها، بر سر کدام بازارها. از محوطه تا از کشتن سهراب منصرف شود.